تنقلات جبری کردی تعادل نداری. سلام سلام. مرسی. زودتر لایف نگرفتم چون که یه عالم ویدیو خفن گرفتم. کلیپ درست کنم باش. توانایی چون واقعا نداری. ها؟ من توانایی جونش رو دیگه نداری. آفرین عالی بود. خدایش عالی بودم. پرسو هیچ وقت دادش رو پرسو نمی‌ذاری. عالی زد. اون سنگین‌تر از ماشین شد. میدونستم. آفرین خب آفرین. حس کردم پاهم چر خورد. عالی بود. قشنگ رگام. سلام. چه خبر؟ کیفک اصل؟ بخیر زین. آی پامو حس میکنم. عرق کردم اونجا معلوم نیست. خودت همه خبرهای خوشگل جون بابا. عرق بریز من میخورم. نه اون عرقی که درینکه، نه عرق واقعی. آی خدا عدت شما. سلام خوبه عزیزم. سلام ممنون. پرش دیدنی هستی قربونتون برم. هلو آرش ورزش نکن تو رو سننه قربونت برم. دوست دارم. جون بابا خوش شیرین. مرسی. شیک بفرمایید. اینم شیک.
من دنبال عکاسم بچه ها. هر کی عکاس تو دبی هست لطفا بهم دایرکت بده. به همین پیج اصلی من همه دایرکت ها رو میبینم. عزیزم خیلی خوشگلی. سعید مرسی. نورمن میگه موشه رو بیا قشنگ اسفند کن برای خودت. ممنونم لطفایم. عشقم منو بیار بالا صحبت کنیم. آقای اصغر من نمیتونم کسی بیارم بالا برای اینکه بحث نمیشه اصلا. من عکاسم. حالا جدی هر کی عکاسه با پیجی که عکاسیاشو میذاره کاراشو میذاره لطفا با اون پیج بهم دایرکت بده. واقعا زیبایی. ممنون. 20 دقیقه رو میدید من لایو هم هستی و گرم شد. آره دست درد 20 دقیقه رفتنشو میرم. دوست پسرم طلاقم میده. من ازشون خواهش میکنم که بذارن 20 دقیقه شما دوچرخه بزنید. تشکر میکنم. غذا باید درست کنم. یکی ندونه فکر میکنه من هر روز غذا درست میکنم. نه امروز واقعا کاراشو کردم. برو اون فقط وزنه داره شکم. اوکی. آره نه به من اون فقط تنظیمش کن. نه به خدا. برو بس برو بیا. به خدا نه نشستم. مهدی نشسته بودم دیگه. دوباره بیام. بچه لایف رو قطع میکنم. تمرینام تموم شد دیگه. چیزی نمونده. یکی 2 تا ویدیو دیگه بگیرم. دوستتون دارم. بای بای.